فیلمی را که مشاهده می‌کنید مستند بوده و اعتبار و صحت آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است به منظور تقویت جنبه نمایشی فیلم بدون خللی در متن اصلی داستان نکات اندکی تغییر یافته است. دو سال تو استانبول موندگار شدیم، روزهای خوبی داشتیم، ولی میدونستم که این روزهای خوش داره به پایان میرسه، چون زندگیمون با خطرات متعددی روبرو بود. برای همین تصمیم گرفتیم اونجا رو ترک کنیم و اولین جایی که رفتیم بوسنی بود، کشور بوسنی، و از اونجا به وسیله قاچاقچی‌ها تصمیم گرفتیم به اتریش بریم. امیدوار بودیم که اونجا به ما پناهندگی بدن. برای همین شبها رو حرکت میکردیم و روزها رو استراحت، گاهی پیاده، گاهی هم با ماشین. اما هرچی به مرز نزدیکتر میشدیم خطر دستگیری ما بیشتر میشد. Jedno po jedno, nemate nedržíte na jednaš. Super. یک نفر از مویم رد بشید. یکی. اول قاچاقچی رد شد، بعد استر دخترم و بعد مردو خیلی راحت رد شدن. اما مطمئن نبودم که جوزف بتونه راحت و با اطمینان رد بشه. نگران جوزف بودم. یواش پسرم، ببین این بچه است، بذار منم باش برم. برو پسرم. مرگ جلوی ما خودش نشون داد و شروع کرد با من صحبت کردن. گفت اومدم تا تو رو با خودم ببرم. اون خدایی که در موردش صحبت میکنی کجاست؟ رو کردم به خدای خودم، گفتم خداوندا آیا ما رو آوردی تو این برهود تا از بین بریم؟ کجای کار من اشتباه بوده و کجا رو به خطا رفتم؟ ای خسرو، نونو بده. بچه‌ها به نظر شما قیافه این خسرو مثل مرد متحرکای تو فیلم‌های آمریکایی نیست؟ نه بابا، فقط باید خسرو جان یکم بیشتر غذا بخوره. به مادرتون گفتم از اون غذاهایی که من به باباتون میدادم اینجور سر حال و چاق و چله است، برای خسرو جانم بپزه تا اینم خوب و سر حال بشه. ای خسرو، کجایی؟ باید برم سر کار. سر کار؟
تو الان باید دانشگاه باشی. از شما که بیشتر پول در میارم. من اگه پول در میارم به خاطر اینه که دارم درس میخونم، نه اینکه مثل بعضیا درس رو ول کنم و برم سراغ کار، اونم تازه کار تو شرکت تلفن. بسه دیگه، ساکت، بسه بچه‌ها. وقتی پدر بزرگتون مرد، خدا بیامرزه، سر تشییع جنازهش همه گریه کردن به جز خسرو. بچه‌م خیلی ناراحت بود اون موقع. تو از کجا میدونی؟ خودش برام گفتش. به من که هیچ وقت هیچی نگفت. من سر کار یه دوست داشتم افسردگی داشت. خب معلومه دیگه. چی معلومه؟ خسرو افسردگی داره. باید برای پسرمون دنبال یه دختر خوب بگردیم. دختر عمش، دختر داییش. خسرو فقط همینو میخواد. فرزین آخر نگفتی بابتون دوستت چی شد؟ چه بلایی سرش اومد؟ خب خودکشی کرد. ما یه خانواده پرجمعیت هستیم و معمولا خانواده‌های پرجمعیت تو ایران اتفاق زیادی براشون میفته. تا اون زمان خانواده من اشکای منو ندیده بودن و همه فکر میکردن من یک شخص بی احساس هستم. اما روز به روز داشت اوضاع من بدتر و بدتر میشد. خواستم از طریق قوانین و شریعت خدا به خدا نزدیک بشم. از طریق خوندن کتاب‌های مختلف، شرکت تو مراسم‌های مختلف می‌خواستم ببینم خدا کجاست، ولی او رو پیدا نمی‌کردم. یه احساس عجیبی داشتم، اون خلأ درونیم هیچ جوری پر نمی‌شد. تا اینکه یک روز داشتم قدم می‌زدم و می‌رفتم سر کار، از جلوی کلیسای رد شدم که همیشه از اونجا عبور می‌کردم. اما فرقش این دفعه این بود که یک صدایی از داخل اون کلیسا منو به طرف خودش صدا می‌کرد. هر روز که از سر کار برمیگشتم از یک مسیر دیگه به خونه میرفتم، اما انگار اون صدایی که صبح منو به طرف خودش خوند به هم میگفت از اون مسیر برگرد، مسیری که صبح رفتی. ببخشید خانم، کسی اینجا نیست؟ شما کی هستی؟ خسرو خدادادی. اینجا چی میخوای؟ میخواستم ببینم چه خبره اینجا. شما این کلیسا میاین؟ آخه به من میاد مسیحی باشم. نه ببخشین. خب مردم کی میان اینجا؟ یک شنبه ها. آها. خب مرسی خانم، من برمیگردم. ولی انتظار نداشته باش کسی رو اینجا یک شنبه ببینی. تا اون روز یادم نمیاد که اشتیاق رسیدن چیزی یا روزی رو داشته باشم، نه برای تولدم، نه برای فارغ تحصیلیم و نه هیچ روز دیگه برام زیاد مهم نبود. برای اولین بار بود که مشتاق بودم یک روز برسه، اونم روز یک شنبه. خانش اتفالت ربنونه وبرونو صورة خايمة بتالك زبابة ومار لحال السامي باين آزم مبسمن بیو. وارد کلیسا که شدم تعدادی پیرزن و پیرمرد مسن رو دیدم و شخصی مردی که داشت اونجا صحبت میکرد. هیچی اون روز دستگیرم نشد، چون نمیدونستم به چه زبانی داره صحبت میکنه. بعدم فهمیدم که این شخص به زبان آسوری که زبان اقلیت‌های مسیحی ایرانه صحبت میکنه. سلام پسرم، خوش آمد.